به نام خداوند که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اندرزهای ارزشمند لقمان برای فرزندانش: فرزندم، هیچ کس و هیچ چیز را با خداوند شریک مکن. با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش، بدان که هیچ چیز از خداوند پنهان نمیماند. نماز را آنگونه که شایسته است به پا دار. اندرز و نصیحت دیگران را فراموش مکن. در مقابل پیش آمده ها شکیبا باش. از مردم رو مگردان و با آنها با اعتنا مباش. با غرور و تکبر با دیگران رفتار مکن. در راه رفتن میانه رو باش. بر سر دیگران فریاد مکش و آرامانه سخن بگو. از طریق اسما و صفات خداوند او را به خوبی بشناس. به آنچه دیگران را اندرز میدهی خود بیشتر عمل بکن. سخن به اندازه بگو. حق دیگران را به خوبی ادا کن. راز و اسرارت را نزد خود نگه دار. به هنگام سختی دوست را آزمایش کن. با سود و زیان دوست را امتحان کن. با بدان و جاهلان همنشینی مکن. با اندیشمندان و عالمان همراه باش. در کسب و کار نیک جدی باش. بر کوتاه فکران و ضعیفان اعتماد مکن. همیشه با عاقلان و ایمانداران مشورت کن. سخنی سنجیده و همراه با دلیل بگو. روزهای جوانی را غنیمت بدان. هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش. یاران و آشنایان را احترام کن. با دوست و دشمن خوش اخلاق باش. وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار. معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار. از درآمدی که داری کمتر خرج کن. در همه کارها میانه رو باش. گذشت و جوانمردی را پیشه کن. هر قدر که میتوانی با مهمان مهربان باش. در راه ها و چارسوها چشم و زبان را از گناه باز دار. بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش مکن. هرگز دوستان و همخویشان خود را ترک مکن. فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز. سواری و تیراندازی را از خود نما. هر کاری را با دست و پای راست آغاز کن. با هر کس به اندازه درک او سخن بگو. به هنگام سخن گفتن متین و آرام باش. به کم گفتن و کم خوردن خود را عادت بده. آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. هر کاری را با آگاهی و استادی انجام بده. ناآموخته استادی مکن. با ضعیفان و کودکان سری خود را در میان نگذار. چشم برای کمک و یاری دیگران مباش. از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش. هیچ کاری را پیش از اندیشه و تدبر انجام مده. کاری ناکرده را کرده خود مدان.